ای شهر کلین آوردم و بلا آوردم. کرکنی شبه آقای چابوقه با او قاشق چند نمیکنن، چابوقه بنای کدمن میکنن. اوی ربی ای شهر کلین آوردم و بلا آوردم. داویدی ای گشتنوش بینن که مرغوی میگره تو این میبکم کورو برده قسلوق میمونه. ای دولینیام بلند شده، ای دولینیام بلند کاره اینا کدمن قپیدی. اینا یک کدمن نه کدمن جان یعنی چوبوق میکنی او قاشق چقدی کود کردن ایسا حالا فلافل کردش که کندی. داویدی تسز داویدی خدا گیره این موی سری عجینه ای توی بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. السلام. سوز رحمت. آمدین مردک؟ اومدم. بچه‌مش خیلی. سوزم. چیکار بود کسی؟ کار خونه. خوش کن. انا یاب خواب. یعنی ماشین دیدی؟ خانم داویر رس گرفتم اجازه دادم ما همه جا هست میتونی میره فهمیدی وقتی من نیستم بچه‌م میگیری بازار میره مغازین میره که جایی که بفراد میره برای که من نمیخوام که در بین مردم در بین قشلاق با تاکسی بگونا با ماشین بگونا در راه بمروی چه خیلی میفراد های میگین که سر شما یک تماشا کردم چه خیلی زیبا میتونه نمیتونه احمد مردک جون یا دوباره میسته خب خندیدیم خب میخندیم حالا ماشین شینی ها تا سرت به صاحب میمانم فهمیدی؟ خواهران مادرم و پجانکای ما امروز من نفر شما را توصیه میتونم که در خانه بشینه و معاش یک ماهه همی پجانی ما 25000 سومانی قانونی بالا ای یعنی الیت دایرکت شرکت فابریک اپای مدینه جان. من مادر 3 فرزند هستم. خدا با شکر که برابر کارهای خانه و برابر تربیت فرزندانم باز در کمپانی فابریک کار کرده هر 21 روز زیاده از 25000 تومان معاش میگیرم. اگر شما هم خواهیتون از خانه نبرآمده معاشای خوب گرفتن مرحمت نمره واتساپ من بنویسید من به شما همه معلومات روان میکنم. دخترها فروخته گشتن به شما لازم نیست. دانستن زبان روسی هم در کار نیست. معلومات عالی لازم نیست. دخترها من از خانه برآمده نمیتونم برای که کودکای خردسال دارم. دخترها من یگان وقت بار نمیفروشم. یعنی که از من شما نمیتونید که بار خریدن برای کمپانی فابریک من نمیفروشم ولی من از کمپانی همین قدر معاشای خوب میگیرم هر 21 روز. برای همین دخترها فروخته گشتن این گپای کهنه میتونید که شما نفروشتن از خانه نبرآمده میتونید که معاشای خوب گرفتن. معاشای خوب گرفتن من شما یاد میتیم و پیش شما در اینترنت کتیم نفروشتن میشود دخترها. برای همین میتونید که واتساپ من بنویسید من شما با معلومات روان میکنم. شما همه معلومات گوش کرده وقتی خارگیتون با اگر که کار معقول شد من شما نامنویس کرده یاد میتیم دستگیری میکنم تا معاشای بلند برآمدنتان یاردم میتیم تا دیرکتور رستورانتان خدا خواهد دستگیری های کلان از طرف ما میشود دخترها. وقتی که شما تیز دیرکتور میشویتون از طرف کمپانی 20000 تومان شما گرفته میتوانیدن با از طرف نستانیکتان چلاهای تیلا. او میخندیم حالا ماشین شینی ها تا سرت به صاحب میمانم فهمیدی؟ صاحب کلیتی ماشین؟ حالا من نمردم که تو صاحب کلیتی ماشین شوی عجینه خیرتم کمپوتکوی خنوکه کردم زنم خودم فهمیدی کلینی شهری شوی خوب کمی کنته. السلام علیکم بچه جان. و علیکم السلام. همون جانیگو دارم خوش خواهد دخترگی اگرات تاو شیدگه بچه جان نیولکات خشرو شیدن با خوشبختانه اکای شمس زن دادیم کلین هر روز در اگرات کار بروش 2 میلیون میگن دختر شهر کار نمیکنه دختر شهر ای سهر میدونه تا بگه کار در دستش کدمن ما با اون روز میبینیم کدمن کلام قدی کار کسته
ها شب بزنه دخترک شب ما باوری نداشتم که خیلی کار کنه. زن شمس این زن شمس نیهولی سبز می قفا قاق و خزان میشه. اینه دستکای و چتای نه پنج پنجکای و چتای که اینی هولکا سبز میشه و حولی و خونه و دهتون سبز میشه برای که اوتاد رفته ای شهر زن نگرفته ای قشلاق زن گرفته این اوقاتی موندگیش بق بق میجوشه میمونه در میگیره میمونه بلگراشو ندوخته اولی. اوچه جون مهنتیه دختر مهنتیه خیلی که هست بعضی کمودی هست که نمیفهمه خیلی شهر اومده گه نکی به هر حال یاد میگیره اوچه بیا کمپوتر گریزم تا نه اوچه جون بعض روش ما خودم گیره چی با بین است این؟ چی گپای؟ اگه اون کمودی های؟ فیروت کو؟ اکاتا فیروت کو؟ باز اوچه نکی زیبود میتم ماشین شکل اوجا شم بشد اکای شمس لبای خیرو دورا اوچه باز این آماده او بیاد فرود دورتون کلین هم فرود کنیم اوچه یعنی شمورم فرود دورا هر دید بیایی نکن چرا چیگه باشه با پریامده میگرفته باشه چی اوچه اوچه جان فرود کرده موزی میایم لبه اوچه فرود کده خدا را شکر اوچه چکو کده خیلی خواه دختگی ایتا با زنتا ماشین سوار کردی ایتا زنتا با کلید به دست کردی زنک چیو ماشین هایکنیش چی؟ زنک یا کارو باری خونه میکنه یا پخت و پز میکنه یا اگروتا نگاه میکنه یا گاو و مولا میکنه ایتا میبری زنتا در ماشین میشینانی با صورتگیری میکنی کلیدی ماشین میتی زنک ماشین هایکن اینجا دهنم دوره فهمیدی؟ همسایه ها چی میگن؟ این ماشین سواریشه میره ها در شهر میکنه چجور من برای شما کردم من رای حواس نکردم من گفتم که شما یا بزرگ میرین یا خونه موما میرین یا خونه خلا میرین یا جو که رفتین مقصد تاکسی زنگ نزنین در راه نبروین در گرمی من نیستم من کار دارم امروزی میشوه نمیتونم اومدن زنگ میزنین بعد شما بگین که بچه ماشین خریدیم من فلان جا نبردین برای همین من دلیل نستادم دایی که جایی که رکشیدین شما برین ببینند من با تاکسی میرم فهمیدی؟ اینجا قشلاق نمداره کلینای مردم ها بیرون نکن در خونی اوتاج یه ویلی که خریدن نمیتونیست در یه ویلی که ششتن نمیتونیست بود اینجا آماده در خونه ما ماشین سوار شده کلید با دست شده کلینای همسایه بیرون نکن گوش که مرا اگه یه باری دیگه من ایره در سر رولی ماشین شینی میبینم ماشین تمای خونه دفع میکنم و زن تمای خونه دفع میکنم فهمیدی؟ مالی اوچه جان هرچی که شما بگین خیلی بگی اوچه چوی بریز اوچه هم ده رحمتی کلام گیرین هم چه؟ پیستا بگی اوچه جان پیستا نه خوار تای زنگ میزنه جواب تین چی میگه؟ الا السلام علیکم جانم خیلی شیرین و می شکر و می دختری نازدانه می سازم خدا بشکر چی؟ این مبارک شوه آخی ماشین گرفته مبارک شوه این داماد من خودم انتخاب کرگیم داماد انمیخه باید باشه مردک انمیخه باید باشه زنش انمیخه نگاه کنه
اوی اوی رحمت به پدرشه. این بچه همین دیدم برابر من مقبول کردم که بچه زندگی قپای زن فهمه خونه قپای. وای راست میگه کودککو تا صدیق میبری بزرگ میری سیدکه کشک نمیکنی بچم دستکو در میکنه اومد یا خونوندم یا برای سیدکه کشی نخونوندم میری میخری در قفای ماشین میبری بیاری خونت برکه و خرسان کردیم که حالی جمع میشه مامکسه میریم خونت تشکیلی ماشین هم میخریم نصیب کنه تا اوی نصیب کنم خرسان کردی مرکی اوی اینه ماشین خریده شوش ماشین خریده ماشین خریده شد بهاد کاری خوب بهاد کاری نقص دیگه یک جا که رفتم به ماشین همیمونن تاکسی زنگ نمیزنن اما خیلی نزنن برک شوه خانش زن مردک بودن خیلی باشه خمی زن شخوره خمی زندگی شخوره و خیلی بیچاره تو که سید که میکشه دختری بیچاره امام کودک کش دایده صدیق میبره اوچه جون من شما را هیچ نفهمیدم نه در دیگین نه در کبلیز خانش زن بهترین کار کرده تحت دل مبارک شوه نمیگه نه؟ با خیلی تون میبیایم؟ مبارک شو خلا جان. مبارک شو چجان ما گفتیم که مبارک شو برادر نسرینتون رو بزیب نکنین بگیرین اگه چی بگیرین چوی بگیرین اوهی خرسند میبوار میکنی بچه تو مبارک شو نمیگوی اوخی خرسند نمیشی تو اوچه جونی من مبارک باشه خرسندی شما خوشبختی شما اوچه جونی من خوشبختی ما خدا هم کنه که هیچ وقت مادر جونی من دیری غم نبینین همیشه هم خیلی خرسند باشه یکی اوچه جون من همین یک خیلی مادرها دا خیلی همین بعضی اویله ها دا حیرون میشم وقتی که همین خونه خدا میروند بعد همین تعریف از سر میکنن ای انا دخترتون در خونه ما گری چیزا میخوره گری چیزا میپوشه همون شرایط همون هایو میکنیم بچه هکمون باور که بهترین بچه های با حرمت های با احترام های فرزندتون با مثل فرزند خودمون نگاه میکنیم فرزندتون با مثل دختر خودمون میدونیم فرزندتون با مثل گوهره که چشم نگاه میکنیم یکی وقتی کلین میکنن گپشون میگیرن و بعد دختر میورن انا بعد حالی کلین سر میشوه بعد گپو دیگه هم میشوه بعد ظلم ستم سر میشوه بعد جبر سر میشوه اوچه جون بعد دیگه پشتومان به جای مادر نیوه پشتومان به جای دشمن میشوه اوچه جونی من سخت اون نرسم ما فکر میکنیم که یگان خشتومان به جای مادر شیده نمیتونسته برای که اگر خشتومان به جای مادر شیده میتونست اوچه خیلی که حوض شما برای ماشین خریدن دامادتون خسن شدین که با دختر ماشین خریده دخترم دیگه با ماشین خودش میره دخترم با ماشین خودش میویا ای شادی را اوچه جان دیگه چی گفتن تو نمیدونستین اگر با جای مادر میشین فکر میکنم که انا در خرسندی انا کلین تونم هم خیلی شادی میکردین هم خیلی خرسندی میکردین در خوشبختی بچه تونم هم خیلی خرسند میشیدین یکی صد افسوس که خشتومان بوده هیچ وقت خشتومان با جای مادر شیده نمیتونسته باری دیگر مبارک شده بچه دایما هم خیلی خرسند باشین